نه چیزه دوستی نوشتم پس مشکل بیکاری ما کی حل میشه؟ بله درسته، اما فکر میکنم تاریخ ارسال ایمیلا مال خیلی وقت پیش باشه. چطور مگه؟ آخه دیروز ساعت 2:14 بخشنامه دادیم رفت. مشکل بیکاری ریشه کم شد. راست میگی. مخلص فوکوسی جان هم هستیم. سلام بنده رو بهشون ابلاغ بفرمایین. متشکرم. آخه میگم این یارانه رومیزیتون ایرانیه؟ یارانه نه رایانه عزیزم. خیر ایرانی نیست. چی؟ واریدا چیه؟ شیطون میگه الان مثل اجدرها وارد بشم. نه وارد نشو قربونت برم. از شما به ما رسیده چیز چینیه. خب مال کشور دوست و بزرگساز چینه. بله. عیب نداره، ما که بیکاری رو ریشه کن کردیم، به جا 4 نفر از 1 میلیارد خورده شاغل بشن. خیلی خوب ایمیل بعدی رو بخون. دوستی نوشتن پس مشکل مسکن جوانان کی حل میشه؟ خب به این دوست عزیز باید بگیم که اون قرص جوشانه که حل میشه. قرص مسکن مخلوط میشه. ببخشید مسکن جوانان عرضخواهی میکنم. بگم که انبه سازی تنها راه برون رفت از این چال است. من انبه دوست ندارم. میشه باز من کامپوت گلابی درست کنی؟ گلابی دوست داری؟ نمیشه. میگم گلابی بیار. ایمیل بعدی. خب بله دوستی نوشتم میسکال میزنم چرا جواب نمیدی عجیجم؟ فکر کنم اینو اشتباه فرستادم. نخیر درسته. عدم پاسخگویی به میسکال جوانان از اهم مشکلات است. ببخشید اونی که نوشته بود میسکال میزنم جواب نمیدی چرا؟ فکر کنم خانمتون بودن. واقعا؟ اوکی آرزم به عروضتون که بدبخت شدیم رفتیم. برو نخوان بچه‌ها. بهتره بریم به مشکلات خودتون رسیدگی کنید. سپاسگزارم. یکی موازی چشم جمعون.